میشنوی؟ بله بله میشنوم. بسیار عالی. تصویر مرا با خود داری جعفریان صاحب؟ بله تصویر شما رو دارم ضبط میکنم. ثبت کنم مجاهدینا سلام میرسانم برم. حسیب جان، جان گاهی که به جای اینترنت میرسی در حد 1 دقیقه 2 دقیقه تصویر از خودت با بچه ها بفرست. همین تصویر برای تمام دنیا گاهی تا صدها هزار بار دیده میشه. 1 دقیقه وقت بگذار گاهی تصویر بفرست. جعفریان صاحب من قبلا هم برات گفتم که در سایه آنتن ما باشم پیام خودت که بیایم حتما بر زنگ میزنم تصویر رو میفرستم دیگه. اکثر مشکل اینترنت از بار گفتنش هم لازم نیست. این سایه ما اینترنت چندان درست کار نمیده. چرا کمی که باز طرفایتان برف و باران نیست؟ بسیار کم، برخلاف شما که این همه برف و باران دارین ما بسیار کم داریم. اگر لازم داری که برات برف روان کنم نه برف شور دا وطن ما فریمان است. والله که من مجاهدینان سلام میرسانم برم. سلامت باشم. من خجالت میکشم که اینجا ما کنار بخاری و شما اونجا در کوههای هندوکش با اون وضع. خداوند نگهدارتون باشه. دل مردم باهاتون هست. بخیر باش، سلامت باشی. مبارزه آزادی خواهی گپا را داره دیگه. گرسنگی سردی همه ای گپا را باید تحمل کنیم تا به پیروزی و به آزادی برسیم. درست انشالله حتما همی کارا میکنم. هر وقت بسیار اینترنت بیایم دیگه همی کارا به خودت میکنم. یک ویدیو روان میکنم دیگه. سلامت و بخیر باشی. ما دوست داریم اگر نه به خدا وقت به چیزا امید نیست. جعفریان صاحب به خاطر که مردی هستی که همراه قهرمان ملی ما دیگه بودی و مخاطر ما دوست داریم. پیامتام که نه ما عاجل جوابش میتم. والا زنده باشی عزیزم. این لایوا یک جوری تلویزیون مقاومت شده. برو، من دیگه تو این برف نگهتون نمیدارم. همین بگذارم که گپ زدی، محبت کردی، هر موقع در ساحه بودی ما رو فراموش نکنی. بخیر باشی، سلامت باشی. پیام ما آخر ما به مردم افغانستان بخصوص به مردم پنجشیر و به تمام دنیا همی است که مقاومت ما ادامه داره. به گپای گروه طالبان اعتنا نکنه. یک نفر هم اگر در این سرزمین بانه، یک تا آزادی خواه بانه، مقاومت ادامه میده. انشاءالله پیروزی از آن ماست. توکل و رب العزت. تغییرات مثبت آمدنی از افغانستان ما. با امید پیروزی افغانستان. خداوند نگهدار همایتان. خداحافظ. سلام علیکم. حسیب جان، این نکته‌ای که گفتی خیلی مهم بود. بسیار اینا تبلیغ میکنن که گویا که مقاومت خلاص شده است و کسی نیست، 1-2 نفر بیشتر در کوه نیستند، گپ خلاص است. شما اگر که مقاومت خلاص شده، همین شما کی هستین که در کوه هستین؟ بسیار گپ خوب. اگر مقاومت است وجود نداره خیمه چی میکنیم در کوه در سردی؟ ما از خود پدر مادر فامیل نداریم، همه چیز داریم شکر دیگه. به خاطر آزادی و شرف مردم ما بالا شدیم دنیم که مقاومت میکنیم. این گپ طالباست که میزنم به خاطر ازی که بر رسمیت بشناسدش جهانیان دیگه. مقاومت میگن ادامه نداره. مقاومت ادامه داره. ای که صدای ما به گوش جهانیان نمیرسه. رسانه در دست طالباست دیگه. خبرنگارا در دست طالباست. همه چیز در کنترلش است و با میل دل خودم هر کارا میکنن دیگه. صدای مقاومتگرا را کی و به گوش جهانیان میرسونن؟ اینا خیر ببینه شما که هستی زنده هستی شکر. اینا صدای ما رساست. ما از کسی تعصیبی مام نداریم. بسیار با آواز بلند میگم که مقاومت ادامه دارد. تشویش نداشته باشه. انشالله 100% تغییرات مثبت به نفع جبهه مقاومت آمدنی است در افغانستان دیگه. اگر نگه ما خود ما را میکشیم، حاضر هستیم خون ما را فدا کنیم. اما ایالت تحمل کردن نمیتونیم. دیدن ایالت با ما بسیار دشوار است. زنده باشی عزیزم. خیلی محبت کردی. برو دیگه، بیشتر معطلت نمی کنم. اگر به من باشه که دلم نمیخواد تا صبح قطع کنم. مقام سلامت باشی. با خدای پاک میسپارمت دیگه. خداحافظ. یک سلام گرم زمستانی ها تقدیم به تمام مردم ایران. خداحافظ. خدا حافظ.